سلام دوستان، خوبی؟ شبتون بخیر باشه. امیدوارم که خداوند متعال روزی سلامتی، نعمت، برکت رو به زندگیتون آورده باشه. و اینکه اومدم یه بچه مثبت زندگیم که امروز اتفاق افتاد سمت خدا بهتون بگم که من تو اوج ناامیدی بودم. یعنی هر طرف که فکر کنید فشار مالی، روحی، عاطفی به هم صدمه زده تو این چند وقت. ولی امروز یه پیامی اومد خیلی خوشحالم کرد از طریق یک شخصی. یه وامی به هم رسید که میتونم مشکلاتمو باش حل کنم و خواستم اینو یادآور بشم که هر روز خدا رو شکر کنید. هر روز هر چی که ازش میخواین رو درخواست کنید. مطمئن باشید اجابت میکنه. شاید یه ذره این ور اون ور بشه ولی میشه. تایمش برسه خودش برات اوکی میکنه. خیلی خوشحالم حداقل تو این تایمی که الان هستم میتونم یه مقدار از فشارهای مالی که به هم اومده رو بردارم. ناامید نباشید، خدا رو شکر کنید. یه مثال هم داره میگه شکر نعمتت افزون کنه، کفر نعمت از کفت بیرون کنه. با خدا باشید و پادشاهی کنید. اینو مطمئن باشید، چون من لمسش کردم با گوشت، پوست، استخون. همین که خدا اجازه میده یه روز دیگه زنده باشی خودش نعمت، خودش برکته. اینکه خانواده‌تون کنارتونه خودش یه نعمته، خودش برکته. ما خیلی چیزا داریم ولی نمیبینیمش. همیشه فکر میکنیم که مادیات باید باشه تا ما شکرگزار خدا باشیم. نه، سلامتیتونه، پدرتونه، مادرتونه، خواهرتونه، برادرتونه، سقف بالا سرتونه، همسرتونه، اون وسیله نقلیه‌ای که دارید. اصلا دوچرخه میخواد باشه، موتور باشه، ماشین باشه، لباسی که تن میکنید، یا اینکه هر روز صبح خواب میشید میتونید راه برید، بشنوید، فکر کنید، ببینید، بو کنید. اینا همش برکته، اینا همش لطف پروردگار به ماست. از این چیزای ریز کوچیک لطفاً سرسری رد نشیم. خواهش میکنم همیشه شکرگزارش باشید. مطمئن باش در و خودش باز میکنه. شاید یک کم زمان ببره ولی باز میکنه. اون تایمی هم که میبینی چیزی که میخوای بهت نمیده، ثروت، سلامتی، عشق، حالا هر چی که میخواد باشه، اگه بهت نمیده صلاحتو میدونه. شاید اون تایم اگه بهت بده تو از مسیر منحرف بشی، شاید یه لطمه بزرگتری بهت بخوره. همیشه نیمه پر لیوانو ببینیم، نه نیمه خالی لیوانو. میگه چشمها رو باید شست، جور دیگر باید دید. شبتون خوش، در پناه خدا.